خیلی مجادله کرد، چون حلیم بود، اواه بود، منیب بود، زیاد توبه و انابه میکرد. یا ابراهیم اعرض عن هذا، ما به ابراهیم گفتیم ولشون کن، اینا دیگه آدم بشون نیست. از زهرا وقت خدا خواست که شیعیانم رو داشت، ندیدم نشنیدم جای خدا بگه ولشون کن. بچه های امام زمان ولمون نمی کنه. بعد اینجا میفرماید انه قد جاء امر ربک، امر الهی اومده، عذاب الهی اومده. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، این عذابی است که دیگه ردخور نداره، بر نمیگرده، دیگه تمام شد. اما در باب امت پیغمبر اکرم داریم اگر کسی بر حسین ابن علی علیه السلام اشک بریزه. امام رضا علیه السلام میفرماید فلا الجنه، اصلا باید بریم.